و در اینجا مؤلف رحمه الله تعالی میفرماید و اکمل الله به دینه. الله سبحانه و تعالی با واسطه پیامبر صلی الله علیه و سلم دینش را کامل کرده. یعنی الله سبحانه و تعالی دین اسلام را با واسطه این پیامبر صلی الله علیه و سلم کامل گردانید. هم در اصلهای دین کامل شد، به معنی اینکه در اعتقاد، در توحید، در ایمان، هم در فروعات دین، فرمایش‌های عملی، نماز، روزه، حج، زکات، جهاد و بقیه عبادت‌ها. یعنی که اصلهای دین و فرعهای دین رو همه را با واسطه این پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدت 23 سال الله کامل کرده. هنگامی که این کامل شد و آیه قرآنی رو در آنجا الله سبحانه و تعالی بر پیامبر نازل کرد در عرفات، در هنگام حج، اینجا این آیه قرآنی نازل شد که الله سبحانه و تعالی در اینجا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما رو بر شما کامل کردم، دیگر نیاز هیچ زیادتی در دین نیست، نه در کوچکترین آن و نه در بزرگترین آن. هیچ چیز نیاز نداریم. هر چی میخوای با سوی دین باز بگرد، در دین این رو پیدا مینمایی. هر مسئله رو میخوای، هر مشکلی داری، با واسطه این قرآن و سنت این کار تو حل میشود. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و این نعمتم رو الله میفرماید برای شما کامل کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، و این دین اسلام رو برای شما دین نیکو برگزیدم. الیوم یعنی امروز، یعنی در همان روز. و این آیت علما می‌فرمایند که 80 روز پیش از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. 80 روز پیش از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیه کریمه نازل شد در روز عرفه، هنگام خطبه حج وداع، آخران حج پیامبر صلی الله علیه و سلم. الیوم اکملت لکم دینکم، پیام حقیقی، پیام راستین. اکنون، امروز آگاه باشید، هوشیار باشید ای مردم، تا روز قیامت بدونید که امروز این دین رو بر شما کامل کردیم. دینی که کامل است، دیگر نمیتوان با آن چیزی علاوه کرده و نه چیزی رو کم کرده. دیگر نیازی بر هیچ چیزی علاوه نیست و نیازی بر کم کردن چیزی نیست. من شما رو بر راه سفید، راه روشن ترک کردم. چون یک پیامبر فرمودن ترکت فیکم، در دیگر حدیثی که در دست گرفتیم، من بر شما ترک کردم دو چیز رو، کتاب الله سنت پیامبر صلی الله علیه و هر کسی بر این چنگ زد دیگر گمراه نمیشود. و در دیگر حدیث گفتم من بر شما راه سفید رو، راه روشن رو ترک کردم که شبش مثل روز روشن است. شبش مثل روز روشن است. و هر کی پس از من، صلی الله علیه و سلم، هر کی پس از من از این راه دور شود، نیست و هلاک خواهد شد، خاره و ذلیل بر بالای سر وی خواهد آمد. و در دوام الله چی فرمود؟ و اتممت علیکم نعمتی، یعنی نعمتم رو بر شما تمام و کامل کردم. بزرگترین نعمت همین دین است، دین اسلام، که با واسطه پیامبر صلی الله علیه و سلم این دین کامل شد، کامل گردید. و در دوام چی فرمود الله؟ و رضیت لکم الاسلام دینا، الله این دین اسلام را برای شما دین نیکوترین برگزید و شما را بر این دین راضی کنانید. پس ما باید بر این دینی که برای ما توسط این پیامبری رحمت از برای عالم نازل شده است راضی شویم، راضی باشیم. آنچه که از جانب الله آمده است بپذیریم با تمام کمال، و آنچه که از جانب سرور دو جهان با احادیث برای ما ثابت است بپذیریم. الله متعال در پایان امور پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که دین کامل است، که این دین کامل، پایه این دین کامل توحید است و این دین تا نزدیکی قیامت باقی میماند، که مردم را از تاریکی‌های کفر و شرک و ضلالت به سوی نور توحید و سنت راهنمایی میکند. نور است که انسان را به سوی روشنی ها راهنمایی میکند. این آیه کریمه در گفتیم حجۃ الوداع، آخران حج پیامبر نازل شد. نشانه آن بود که این رسالت پیامبر صلی الله علیه و به پایان میرسد، به پایان رسید. اکنون دین دیگر کامل گشت. پس از نازل شدن این آیه کریمه دیگر واجبات نوی نبود، همه چیز کامل شده بود. دین اسلام دیگر بسته و پوره شده بود. پس خلاصه دین کامل است. علاوه کردن در آن بدعت و گمراهی و ضلالت است. چیزی را از آن کم کردن این گمراهی و ضلالت است. چون الله تأکید کرد که دین امروز دیگر تمام با این آیه نازل شدن این آیت کامل شد دیگر، و این اسلام را برای شما دین نیکو برگزید. پس برمان ضرور میگردد که با این دینی که راستین است، الله از این دین راضی شد، با اخلاص قبول کنیم و بپذیریم. پس دین اسلام با نازل شدن این آیه مبارک الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را برای شما کامل کردم، کامل شد. دیگر چیزی بر آن افزودن، زیاد کردن یا کم کردن قطعاً به هیچ وجه جایز نیست. پس این بزرگترین نعمت است بر بالای ما و شمایان بر این امت اسلامی. همین آیه کریمه بود که رساله پیامبر صلی الله علیه و سلم را
جنبست کرد، تأکید کرد که الله این دین را کامل کرده. پس تنها فریضه ما باقی ماند که ما از این کتاب الله و سنت پیامبر پیروی نماییم، پیروی بکنیم و هر عملی که مخالف این است یا که ذکر نشده است در دین آن را ترک بسازیم.